شنوندگان گرامی، نمایش نوبتی از سامانه تلویزیونی بهارستان را منظور شما می‌گردانیم. چون همیشه طریق این برنامه ما با پیشنهاد و درخواست استفاده برندگان سامانه جواب گفته آنها را از نویگری‌های شبکه خبردار می‌نماییم. تماشاچیان عزیز، مقصد از تهیه این برنامه رابطه با شما میباشد. همچنین طریق این نمایش ما می‌خواهیم از فکر و اندیشه های شما با خبر باشیم. برچون هر وقت به سامانه وارد شده و درخواست‌های ارسال شده نظر میکنیم. سلام، نویمان اهلدین میباشد. میخواستم اشتراکچی برنامه به پیش باشم. در این باره به کجا میتوانم مراجعه نمایم؟ باید گفت به این مانند سوال به ما مکتوب‌های زیاد ارسال می شوند و ما کوشش می نماییم به آن پاسخ گردانیم. نمایش اینتלקتوالی به پیش مخصوص برای آنهایی که سویه دانش، مهارت و قابلیت، ذکاوت و حاضر جوابی خود را سنجیدن می خواهند. برنامه اینتלקتوالی به پیش در یکی از استودیوهای تلویزیونی بهارستان ثبت می گردد. در آن خوانندگان مکتب‌های میانه خصوصا صنف‌های نهم، دهم، یازدهم امکان اشتراک کردن رو دارند. برای گرفتن معلوماتی بیشتر شما می توانید به رقم 221 95 24 زنگ زنید. نمایشمان را دوام می‌دهیم. هفته گذشته برنامه مصلحت به همسالان شماره نوبتی را پیشکش ما و شما گردانید. باید گفت در هر نمایش مسئولان کوشش می‌نمایند بهترین موضوعها را انتخاب نموده دایر به آن معلومات دهند. برنامه مصلحت به همسالان که مخصوص برای تماشابینان خردک ما آماده و پخش می شود، شماره 12 خود را پیشکش بینندگان نمود. در این شماره برنامه برنده درباره نعمتی به‌بهای طبیعت آب یکچند معلومات ها را پیشنهاد می نماید. موضوع برنامه نیز آب منبع حیات نام گرفته است. برنده برنامه معجزه دایر به خصوصیت های فایده‌ناک صرفه‌کارانه استفاده بردن آن به همسالان خود مصلحت می دهد. بچه های عزیز، باوری داریم که شما این نمایش را تماشا کرده از مصلحت های داده شده استفاده می برید. همچنین این شماره را نیز ما در سامانه خود www.tv.tj جای نموده ایم که شما می توانید با آن وارد شده باری دیگر تماشا کنید. بینندگان عزیز، شاد از آن هستیم که برنامه های ما را تماشا میکنید و فکر و عقیده های خود را دایر به نمایش ها دریغ نمیدارید. خواندن درخواست ها را دوام میدهیم. سلام به اهل ایجاد شبکه بهارستان. فرهاد شریپوف از شهر دوشنبه میباشم. از شبکه شما نمایش فرزین را تماشا میکنم که تماشای آن برایم خیلی پسند است. میگفتید که تکرار آن کدام روز پخش میشود؟ شاهمان در تمام کشورهای گوناگون هوادارانی بشمار دارد. مردم سن و سال، کسب و کار، لفظ و شیوه و اصل و نجاتشان گوناگون وقتی فراغت خود را در گرد تخته شاهمان صرف می کنند. این معنای آن را دارد که در جهان مرکب و پر اختلاف ما بازی شاهمان بر رفاقت آدمان یاری می رساند. ورزش فکری یعنی شاهمان که با تمرین ذهنی ارتباط می گیرد، قبل از همه اندیشمندی را در باطن انسان تولید و تقویت می دهد. از این خاطر در هر نمایش مسئولین برنامه کوشش می نمایند درباره نازکی‌های این نمود ورزش برایتان معلومات پیشنهاد کنند. نمایش فرزین که مخصوص برای آنهایی که دوستداران این نمود ورزش هستند و می‌خواهند از نازکی‌های ورزش شامات با خبر باشند پیشنهاد می شود. برنامه مذکور از سال 2020 با طرز نو با اشتراک برنده تهیه می شود. سرویناز کریمووا متخصص این ساحه با دوستداران این نمود ورزش نازکی‌های شاهمات را می آموزد. نمایش مذکور در مرکز کودکان و نورسانی ناحیه فردوسی ثبت می شود و آن در یک ماه 2 مرتبه روزهای سه‌شنبه پیشکش ما و شما می گردد. تکرار نمایش باشد روز پنجشنبه پخش می شود. همچنین باید گفت تمام شماره های آن در سامانه جا کرده می شود. طوری میدونیم شو برنامه آزمونی پروین ادامه دارد. از 12 نمایشی که باید پخش شود 9 تای آن الکی پیشکشی تماشابینان گردید و در نمایش گذشته خود ما قید نموده بودیم که شماره های 11 و 12 این لایحه در منطقه ها ثبت خواهد شد. تا امروز الکی 11 شماره آن ثبت گردید و نمایش های 10 و 11 عین زمان آماده تنظیم است. طوری در نمایش گذشته قید نموده بودیم شماره های 11 و 12 دور اول در منطقه ها ثبت می گردند. پس توجه نمایید.
ҳафтаи гузашта ҳайати эҷодии шабакаи Баҳористон ба вилояти Суғд сафар доштанд ва иштирокчиёни ин вилоят имкон пайдо карданд ки даври аввалро дар минтақаи худ гузаронанд. Даври аввали шоу барномаи озмунии Парвин дар студияи телевизионии вилояти Суғд баргузор гардид. Дар он 9 нафар дар 3 жанр иштирок карданд. ҳайати ҳакамон бошад аз ҳисоби мутахассисони вилоят ҷамъ шуда ба иштирокчиён фикру ақидаҳои худро изҳор намуда баҳои худро гузоштанд. Тавре дар боло гуфтем, айни замон барнома омодаи танзим аст ва дар намоишҳои ояндаи худ мо ба шумо дар ин бора маълумоти бештар хоҳем дод. ба маълумоти рассомони наврас мерасонем ки озмуни рассомони наврас таҳти унвони Тоҷикистон хонаи ман идома дорад. бачаҳои азиз, рӯзи охирини қабули расмҳо 5 сентябр. шумо метавонед расмҳои кашидаи худро ба суроғаи мо шаҳри Душанбе, кӯчаи Шеру 31, телевизиони Баҳористон ирсол намоед. маълумоти бештар бо рақамҳои 221 95 24 ва 908 85 38 48. то ҳафтаи оянда хайр.